این بچه ماست و این بنای عزت نفسه که قرار بچه ما رو از مشکلات و خطرات جامعه حفظ بکنه. حالا بیایید بهتون نشون بدم ما پدر مادرها چه بلایی سر شخصیت و عزت نفس بچه ها میاریم. با این اخلاق گندت هیچ وقت آدم نمیشی. اینم از درس خوندنت. ببین بچه فلانی رو یاد بگیر. ولکن نخواستم، دست نزن، بی ارزه. به اون دوستایی به درد نخورت میرسی حوصله داری، به ما که میرسی اونق میشی. خستم کردی، کلافم کردی، بیچاره شدم، ندارم. خب بهت تبریک میگم، بچه تو انداختی وسط همون جهنمی از مشکلات که ازش میترسیدی. سیگار، گل، مواد، الکل، دوستیای افراطی، روابط ناسالم داره از تنفر از من و تو میسوزه. دقیقاً همون بلایی که والدینت سرت آوردن و تو الان به بهانه خستگی و سختی ها و مشکلات اقتصادی داری همونو سر بچت